و اما آنهایی که داخل دوزخ شدن همین خیل که الله خواست داخل دوزخ شد، نه. اینجا رو هم باید بدانیم که الله میگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مصیبت هایی که به سر شما می آید، این من نیستم که از روی جور و ظلم به شما بدهم، بما کسبت ایدیکم، از دستی کارهای خودتان هست. یعنی آره بعضا امتحان می شود که شما همیشه در راه راست هستید اما به سرتان مصیبت آمد. این امتحان الله هست، چگونه که به سر پیامبران آمده بود، مانند بیمار شدنی حضرت ایوب، یا اینکه از دنیا زود رفتن فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا اینکه سجن شدن یوسف و دیگر پیامبران. اما اکثریت بجز امتحان باز بنده های عادی به سرمان بلاهای می آید. علل خصوص در دوزخ بدانید که الله همین خیل شما رو داخل دوزخ نمی کند. این چی است؟ به سبب همون گناه هایی که خودتان کرده بودید. پس اینجا هر کسی که داخل دوزخ شد، این رو میگیم این عدل پروردگار است، این از روی عدل و عدالت پروردگار است. اما آنهایی که اهل جنت هستند اساساً با فضل و با رحمت پروردگار است، برای آنکه عملهای بنده ها همیشه چی است؟ کم است. و یکی از صفتهای پروردگار خواهران عزیز، یک بار گفته گذاریم، حکیم است. معنای حکیم هر چیزی رو در جای خودش میگذارد. یعنی در جایش یک چیزی رو ماندن، این چی است؟ این حکمت است. در جایش یک سخنی رو گفتن، هم این حکمت است. و حکمت پروردگار است، حکیمی پروردگار است که آنهایی که لایق دوزخ هستند به دوزخ میفرستد، آنهایی که لایق جنت هستند به جنت میفرستند. این حکمت پروردگار. یعنی مؤمن نباید هیچ شبهه داشته باشد، یعنی یگان شبهه نباید در قلب شما باشد که یک شما عملهای ثواب کردید و در آخر شما رو الله به دوزخ گذاشت. نه. یا یک ظالم ظلم کرد و در آخر اهل جنت شد. به این چیز اصلا راه ندید. این چیز برای الله این گونه ظلم حرام است که اهل جنت رو گذارد اهل دوزخ رو بماند اهل جنت. نه، همه به سزای عمل خود میرسند. و در آیت پروردگار در سوره انعام میگوید و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول الله اعلم حیث یجعل رسالته. وقتی به مشرکان آیت از طرف پروردگار آید، میگویند ما ایمان نمی آوریم به این آیت ها مگر اینکه چگونه که به پیامبران وحی می آمد به ما هم وحی آید. الله میگوید الله اعلم و حیث یجعل رسالته. الله میداند رسالت خود را، دعوت به سوی دینش را به کی گذارد، به کجا گذارد. یعنی الله هر کس را همینطور پیامبر نمی کند و هر کس را همینطور جانشین پیامبر نمی کند. آنهایی که سزاوار پیامبری هستند، الله آنها را چه می کند؟ به پیامبری نصیب می کند. و این رو هم بدانیم که کسی به مرتبه به جای رسید، پس او سزاوار اینجاست که الله آن را به اینجا رسانیده است. و بعضی هست که فقط به خاطر سنجش بعضی بنده ها الله به آنها پول ثروت می دهد و می بینید که آن پول ثروتشان فقط سنجش بود و فقط راه آنها رو به دوزخ آسان کرد.